عجب دنیا. انسان به قدر نزدیکانش زمان میرسد که او را از دست میدهد و او را در زیر خاک میبیند، بعد به قدرش میرسد. میگویند چی سود از گریه های بعد مرگم، چی سود از مرمری بالای قبرم، اگر در زندگی قدرش ندانید، چی سود از 3 سال و ماه و هفته. به قدر نزدیکانتان در وقتش برسید. وقتی که از این دنیا رفت، یگان فایده ندارد.